坐下吧，照个相，别动啊。小宝看镜头，小宝看镜头。این هفته خبر تو خبر داره براتون از سیرک مضحک انتخابات و تقلاهای خامنه‌ای برای جمع‌آوری گله‌های بسیجی و گرم کردن بازار تبلیغات برای رئیسی. سلام، این ماشینا کاروانن از طرف ستاد رئیسی. ببین ستاد رئیسی اومدنه که برن ورزشگاه القدیر. این زده اندکا. اینا که اول کارشون به این شکل بخوان رای جمع بکنن و به این شکل تجمع ایجاد میکنن، وای به حال آخرشون. کفگیر این جماعت طوری به ته دیگ خورده که برای غالب کردن رئیسی به بسیجی‌ها مجبور شدن به این اراجیف رو بیارن. وعده‌ای به ما داده شده از طرف مراجع بزرگ ما، از طرف کسانی که برای اسلام دل میسوزونن و هدفشون این هست که انشالله به زودی زود ما شاهد ظهور حضرت آقا باشیم. مطمئن باشید که یکی از اون نشانه ها رأی آوردن حضرت آیت الله رئیسی. البته این مسخره بازی ها به نتیجه‌ای نمیرسه و حتی توی جلسات تبلیغی رئیسی هم با چنین صحنه‌هایی مواجه میشن. لابی باشد تمام این امکانات و ظرفیت ها رو به کار میگیره. این هم پاسخ مردم به کاندیدای خامنه‌ای و تبلیغاتش. تبلیغات باقی کاندیدا هم دست کمی از این یکی نداره و در مسخره بازار ولایت هر کدومشون یه جنگولک بازی در میارن. به سبک نون خشکی تبلیغات برای امام جلیلی. رأی ما سعید جلیلی. رأی ما سعید جلیلی. رأی ما جلیلی. رأی ما سعید جلیلی. بسیجی ها هم در جنگ و دعواهای باندی اینطوری از خجالت همتی در اومدن. ترک عدد ترکش همیشه موجب المرض هستش، همیشه موجب المرض هستش. عادت کرد ملت به این دولت ذلت، به مفسد و بدبختی، به بیپولی گرونی. بیاید به من بدین رای مثل حسن، به من که بعد دارم سر خار. من حسن ما حسن عظما خودش بهتر از هر کسی میدونه که ته تمام این کله معلق زدن ها سطل زباله است. سبزعلی رضایی هم که در زمینه تولید جوک و سوژه طنزهای مجازی همچنان بی‌رقیبه. میگفتم آقا مهدی یا ساشین آذربایجان، یا ساشین آذربایجان، یا ساشین، یا ساشین، یا ساشین، یا ساشین، یا ساشین، یا ساشین، یا ساشین. میگفتم آقا مهدی یا ساشین آذربایجان، ساشین آذربایجان. خیلی هم عالی. آذربایجان یکی، آذربایجان یکی، آذربایجان یکی، آذربایجان یکی. یا ساشین آذربایجان. این هم بازتاب مناظره کاندیداها به خلاصه ترین شکل ممکن. تو باشید جین از
مهمون داریم اینجا. تو بهش گفتی ها. به تو چه مربوطه که من گفتم؟ تو چرا میزنی؟ برای چی میزنی؟ شیخ فری که این دم آخری مدام داره بز میاره، همچنان بیدنده و ترمز در جاده مالروی خالیبندی یورتمه میره و هر بار برگ جدیدی رو میکنه. در تاریخ ایران، تاریخ ایرانی بیارید از اون اول، از زمان هخامنشیان تا حالا، تاریخ ایران رو ورق بزنید، کل تخت بیمارستانی ما در تاریخ ایران اول دولت 11 حدود 90,000 تخت بیمارستانی بوده و در پایان این دولت یه چیزی حدود 160,000 تخت بیمارستانی ما تحویل خواهیم داد. این دولتی که دستاورداش از زمان هخامنشیان تا امروز بی سابقه بوده، از پس یه افتتاحیه دوزاری بر نمیاد و توپش گیر میکنه. فرمان الحاق ناوشکن دنا به ناوگان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو صادر میکنم علی برکت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از اون طرف نوچه های عظما فرصت رو غنیمت شمردن و هر کدوم یه لگدی نثار شیخ فری میکنن. یکی بهش میگه بدبخت. البته خب خود آقای همتی هم آخر در واقع مباحثشون معترف این شدن که واقعا من ناراحت شدم برای آقای روحانی، کلمه شاید خیلی تندی باشه، اما بدبخت آقای روحانی که آقای همتی هم به او لگد میزنه که نیروی او بوده و عرض شود خدمتتون که گفتمان او رو در این انتخابات جلو میبره. البته بازار ترانه های کوچه بازاری هم داغه و رئیس جمهور نظامشون رو اینطوری میکوبن. حسن اومد با وعده هاش، چه شوری بود توی حرفاش، بابون چونون بدم رونق که از شادی زنیم نلق. بهش گفتم حسن آقا بده هات نباشه بیجا. آقا نترس که من بیستم، خالی بندی بلد نیستم. من بلد نیستم. من بلد نیستم، بلدم نیستم. من بلد نیستم، بلدم نیستم. خلاصه این که بادها بد جوری داره علیه عظما و نظامش میوزه. مشنگستان این هفته رو با امام مشنگا شروع میکنیم که 40 سال پیش تکلیف خودش و نظامش با جمهوری رو اینطوری روشن کرد. ملت ما خون داده است تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند، نه جمهوری دموکراتیک، یعنی جمهوری غربی، یعنی بیبندوباری غرب. این تحریک‌ها را کنار بگذارید، این سرزدگی‌ها را کنار بگذارید. به حکومت اسلام، به جمهوری اسلامی، نه یک حرف زیاد و یک نه حرف کم. هر کس جمهوری را بخواهد دشمن ماست. بعد از اینکه همتی توی یکی از مناظره ها به حسینیه کردن کاخ سفید پیله کرد، پاستور عباسی قاط زد و اینطوری جوابش رو داد. تو چه کاره ای که در مقابل اراده جهانی بایستی که من آمدم روبروی جریانی بایستم که میخواد کاخ سفید رو حسینیه کنه. ببین مردک رباخوار به کوری چشم تو لیبرال، کاخ سفید رو حسینیه قاسم سلیمانی میکنیم به حول قوه الهی. اینجا هم چند تا نجم آرپیجی رو جمع کردن تا به اصطلاح همایش بانوان برگزار کنن و انتخابات رو تبلیغ کنن، اما اداره جلسه رو به یه آخوند سپردن. هر کسی آن کسی رو که میشناسه دعوت بکنه، مصداق امروزش دعوت بکنه به شرکت در انتخابات. ولی من مطمئنم خانوما میتونن اینجا ورقو برگردونن، حتما میتونن یه موجی از اشتیاق، شوری، حرکتی، انگیزه‌ای، اراده ایجاد بکنن برای اینکه یه انتخابات بهتر داشته باشه. عظما خیلی دست و پا میزنه که یه جوری توپ انتخابات رو وارد دروازه کنه، اما نمیشه که بشه.
همزمان با بلند شدن بوی الرحمن نظام، بازار اعتراف‌های مهره‌های رژیم هم داغ شده. هر کدومشون به شکلی لب به شکرخوری باز کردن. مرتضی الویری از کمیته چیهای سابق و دوست‌های شورای شهر درباره جنگ خمینی ساخته اینطوری میگه: ما می‌خواستیم دنیا رو فتح بکنیم. ما بعضی موقع یه سفر خارجی که میرفتیم یک کلیسایی میرفتیم که جای خیلی وسیع جلوش بود، میگفتیم انشالله یه روزی اینجا نماز جمعه برقرار بشه. ما تو حال هوای دیگری بودیم، ولی اونایی که بزرگتر از ما بودن و سخن خورد کرده بودن انتظار میرفت که مشاوره های لازم و مناسبی رو به مرحوم امام بدن که جنگ در همون مقطع فتح خرمشهر خاتمه پیدا بکنه و ما کلی شرایطمون عوض. توی این وضعیت جوجه طلبه ها هم دیدن هوا پسه و دیگه نون تو عبا و عمامه نیست، به خاطر همین رفتن سراغ این شامورتی بازی ها. در پایان توجه شما رو به یه نقاشی خلاقانه جلب میکنیم که اگه خود خلاقیت هم بیاد و اون رو ببینه شگفت زده میشه.